سلام، خیلی مخلصم. امروز اومدیم نصب پمپ 2 اسب پنتاکس اصلی پروانه با کالیج. اینجا همونجوری که میبینید مهر ماسوره انداختیم بالای پمپ که وقتی میخوایم پمپ رو باز کنین راحت‌تر باز کنین و حملش راحت‌تر باشه. شیه تربل میبینید که بالای پمپ نصب شده که به شفت پمپ فشار نیاد. اینجا شیر حیاتی رو میبینید که واسه تخلیه آب منبع وقتی که میخوایم منبع رو تنظیم کنیم تعبیه شده. اینجا شیر تکثر آبی گازی رو میبینید که فشار آب رو نمیگیره. این هم که روی پنیرایی نصب شده سنسور کنترل فشار هوشمندمونه. ورودی میبینید که شیر تکثر آبی گازی نصب شده که فشار ورودی رو نشکونه. اینجا یه دونه بایپاس اتومات طراحی شده که وقتی که برق بره لازم نیست که شما بیاین آین و فلکه رو باز کنید. اینجا هم که یه دونه منبع کاریز 100 لیتری و همراه یه دونه شیلنگ 1 اینچ. منبعمون هم که تو پاگرد بغل نصب شده تا جا رو بیشتر نگیره.